سلام دوستان، در این ویدیو میخوام در مورد انواع ماسه ها براتون صحبت بکنم. آیا برای پرورش گل و گیاه ما هر ماسه ای رو میتونیم استفاده بکنیم؟ جواب منفی هست. ماسه فقط ماسه رودخانه. ما دو نوع ماسه دیگه هم داریم. یکی ماسه که در مسائل ساختمانی ازش استفاده میشه، اصلا بافت خوبی نداره، شور هست، املاح مضره داره و اصلا توصیه نمیشه برای پرورش گل و گیاه از ماسه مساله ساختمانی استفاده بکنید. یه ماسه دیگه هم داریم که ماسه بادی هست در مناطق خشک و کویری. خب این تپه‌های شنی هستش که بسیار ماسه هایی که بسیار باد جابجا میکنه. اون ماسه هم به درد کار ما نمیخوره چون بافتش خیلی ریز هست و باز هم شوری خیلی بالایی داره، پی اچ خیلی بالایی داره و به درد کار ما نمیخوره. فقط ماسه رودخانه که من تهیه کردم و این ماسه هم قبلا هم خدمتون توضیح دادیم که این ماسه آبشویی شده و اون املاح مضر و نمکش گرفته شده. این ماسه به درد کار مثلا پرورش گل و گیاه میخوره. ماسه رو بیشتر در ریشه دار کردن قلمه ها استفاده میکنیم و در کشت بذر. حالا در ما برای کشت بذر و قلمه از این ظروف شفاف استفاده میکنیم. بذرها رو در این داخل این گلدان ما کاشتیم، گلدانی که شفاف هست. به محض اینکه بذرها شروع کنه به فعالیت، ریشه بده و شروع کنه فعالیت، ما از این ظروف شفاف میتونیم از بیرون دقیقاً ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. در مورد قلمه ها هم به همین صورت هست. یعنی قلمه ها به محض اینکه شروع کنه به ریشه دهی، ما لازم نیست که گیاه رو از بستر خارج بکنیم و ببینیم که ریشه داده یا نه. را به راحتی میتونیم از بیرون ظرف مشاهده بکنیم که این به حساب گیاه ما در چه مرحله‌ای هست، ریشه داده نداده و زمانی که ریشه ها به اون حد نرمال حساب به اون حد قابل قبول رسید، نه که خیلی بخواد ریشه بپیچه داخل خود بستر، نه، به محض اینکه ریشه 1 سانت 2 سانت طول ریشه شد، آماده هست که ما منتقلش بکنیم به گلدان اصلی. ظروفی هم که استفاده شده ظروف همه شفاف هست. ته ظرف بسته هست، ته ظرف سوراخ نداره، به خاطر اینکه ما هم رطوبت رو بتونیم کنترل بکنیم، هم این بستر ما دیگه مواجه با خشکی نشه. از قشنگ خود ماسه هم که بسترش بستری هست که بستر تمیزی هست، بیماری قارچی نداره، معمولا جزو تمیزترین بسترها هست. فقط همین ماسه شستر ما استفاده کردیم. برای قلمه های ابعاد قلمه هامون کوچیک بزرگ میشه، به همون نسبت ما ظروف کوچیک بزرگ رو انتخاب کردیم. مثلا این قلمه علفی گل کاغذی هست، داخل بستر کاشتیم و کاملا مشاهده میکنیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. این قلمه پتوس هست، پتوس که تهیه کردیم که انشالله در روزهای آینده ما میتونیم رصدش بکنیم که برای ریشه دهیش، و انشالله این نتایجش رو خدمتتون اعلام میکنم که در داخل بستر ماسه ما چه قلمه هایی ریشه زاییش موفق بوده یا نبوده. نتایجش رو خدمتتون اعلام میکنم. انشالله که با هم این اطلاعات رو به اشتراک میذاریم و بتونیم استفاده بکنیم از این نتایج این آزمایشمون. موفق باشید.